عزیز اومدیم با هم در اتوماتیک بسازیم. اول نیاز داریم به این 6 وسیله. بعد میایم توی هوا یک فضای 2x3 میکنیم روی زمین. بعد میایم از این بغلا 3 تا بلاک میکنیم. بعد میایم از اینا میکنیم دوباره بلاک. بسه اینا میکنیم. خب دیگه کندن بسته دیگه. بعد از اینا نمیدونم اسمشون چیه میذاریم این 2 طرف. بعد از این سیما بازم نمیدونم اسمشون چیه وقتی میذاریم. خب بعد روی این فضا رو میپوشونیم، روی اینا رو. بعد اینطوری بپوشونیم، اینطوری. حالا بعدم میپوشونیم. خب بعد اینجا رو اینطوری میپوشونیم میشه. بعد میایم اینجا از اینا 2 تا بالای هم میذاریم. اینجا هم همین، اینجا هم همینطور. خب بعد میایم اینجا رو میپوشونیم. بعد میایم روشو از این ردستون فکر کنم اسمش بود، ردستون میشون فکر کنم حالا میذاریم. بعد میایم، من دوست داشتم درم شیشه‌ای باشه. شما میتونید از هر بلاک دیگه استفاده کنید. بعد از این کلیدا که شما وای میسیم از اینا میزنیم، این طرف دیگه هم میذاریم. خب بعد الان درمون ساخته شد دیگه. بعد حالا وقتی روی این 2 تا قرمه درمون باز میشه، وقتی که از رو کلیدا درمون میایم از رو کلیدها، این کلیدها میایم از روشون پایین، این کلیدها، این درمون بسته میشه. خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگه